سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. به فنکوک، رسانه فناوری کودک خوش آمدید. امروز قراره در مورد نسل بتا صحبت کنیم. با ما همراه باشید. نسل بتا به متولدین سالهای 2025 الی 2039 میلادی مطابق با اواخر 1403 الی 1417 شمسی اطلاق میشه. آگاهی از ویژگی‌های نسل بتا بسیار ضروریه، چون که اونها در محیطی کاملا متفاوت از نسل‌های پیشین رشد خواهند کرد. محیطی که توسط فناوری‌های پیشرفته، سیستم‌های هوشمند، هوش مصنوعی، ربات‌های مترقی احاطه شده. تجربه اونها به صورت همه جانبه جنبه دیجیتالی داره و در واقع تجربیات فیزیکی اونها بسیار کمرنگه. این شرایط کلیه جوانب زندگی نسل بتا رو تحت تاثیر قرار میده. رفتارها و تعاملهای اجتماعی اونها، سبک‌های یادگیریشون، سلامت روان، سلامت جسمانی، میزان مسئولیت پذیری اونها، ارزش‌های اخلاقی که انتخاب میکنن و مسائل مختلف رو تحت تاثیر قرار میده. درک ویژگی‌های نسل بتا برای سیاستگزاران فرهنگی و اجتماعی در جهت هدفگذاری و برنامه‌ریزی بلند مدت برای نسل بتا از واجباته، چرا که این باعث میشه اونها از همین الان نسبت به چالش‌های آینده و تغییرات این گروه که در واقع همونطور که گفتیم زندگی کاملا متفاوتی از ما دارن حساس بشن، طرح موضوع بکنن و خودشون رو به صورت نسبی برای مواجهه با آینده آماده بکنند. در نهایت شناخت این تغییرات باعث میشه که ما تمامی تلاشمون رو بکنیم برای تربیت نسلی آگاه، مسئولیت پذیر و اخلاقی. در ادامه برخی از ویژگی‌های نسل بتا، چالش‌هایی که با اون روبرو هستن و در واقع شرایط آینده با هم صحبت خواهیم کرد. هدف از ارائه این محتوا باز کردن باب گفتگو پیرامون نسل بتا بوده و در آینده محتواهای تکمیلی ارائه خواهد شد. بومیان هوش مصنوعی برخلاف نسل پیش که بومیان دیجیتال بودند و خود را با فناوری تطبیق دادند، نسل بتا بومی هوش مصنوعی است. تجربیات روزمره آنها با هوش مصنوعی آمیخته است و هوش فناوری نسل بتا بالاست. ارتباطات دیجیتال دست اول. نسل بتا بیشتر بر ارتباطات دیجیتال نسبت به تعاملات رو در رو و سنتی تکیه می کنند و به طور بالقوه هنجارهای اجتماعی رو تغییر می دهند. یادگیری فوق شخصی. روش‌های آموزشی مطابق با تفاوت‌های فردی به شیوه‌هایی مثل پلتفرم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی میشند، به گونه‌ای که محیط یادگیری در جهت تقویت نقاط قوت، تکرار و تمرین برای اصلاح نقاط ضعف سفارشی سازی میشن و به طور کلی آموزش در جهت شکوفایی علایق و استعداد نسل بتا سازماندهی میشه. تعامل در محیط‌های ترکیبی. واقعیت ترکیبی، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، متاورس، اینها ابزارهای رایجی برای آموزش و سرگرمی خواهند بود که نسل بتا رو در همزمانی و ترکیب تجربیات مجازی و فیزیکی توانمند می‌کنند. آگاهی اخلاقی فنی. رشد در دنیایی که در اون رد پای دیجیتال، اخلاق هوش مصنوعی، حریم خصوصی، قلدری آنلاین، جرایم آنلاین و غیره از دغدغه‌های اصلی باشه، باعث خواهد شد نسل بتا از سنین پایین نسبت به پیامدهای اخلاقی فناوری و حضور خودش در جهان آنلاین حساس‌تر و آگاه‌تر باشه. دامنه توجه کم یا بازه تمرکز کوتاه.
ماهیت سریع محتواهای دیجیتال ممکنه دامنه توجه رو کوتاه‌تر کنه که نیازمند رویکردهای جدید برای آموزش و تعامله. آگاهی اقلیمی با توجه به اینکه در سالهای اخیر و قطعاً آینده تغییرات اقلیمی از مهمترین مسائل روز بشره، نسل بتا با تقویت عادات سازگار با محیط زیست، آموزش متمرکز بر پایداری و احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست رشد خواهد کرد. همکاری در وسعت جهانی به لطف ابزارهای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، بیدرنگ نسل بتا بیشتر به کار با همکاران و همسالان خودش در سراسر جهان علاقه داره و در واقعیت ارتباطات و اتصالات میان فرهنگی اهمیت ویژه‌ای پیدا خواهند کرد. سازگاری با جهان هوشمند بسیاری از کارهای روزانه خودکار خواهند بود و نسل بتا به جای انجام کارهای تکراری بر خلاقیت، تفکر انتقادی و حل مسئله تمرکز خواهد کرد. آزادی بیان در هویت با آواتارهای دیجیتال، سفارشی سازی دیپ فیک و تعاملات متاورس، حس هویت نسل بتا ممکنه انعطاف پذیرتر باشه و به اونها امکان میده هویت‌های مختلف خودشون رو کشف و به صورت آنلاین ابراز کنند. ارتباط عاطفی با هوش مصنوعی گذران وقت با هوش مصنوعی، مشورت گرفتن و درد و دل کردن، احتمال وابستگی‌های عاطفی نسل بتا رو با فناوری‌های پیشرفته بالا میبره. تعامل با ربات‌ها نسل بتا به دلیل آشنا بودن با فناوری، توانایی بیشتری در تعامل با ربات‌ها خواهد داشت. این نسل میتونه از ربات‌ها به عنوان ابزارهایی برای افزایش کارایی در زندگی روزمره استفاده کنه، مثل ربات‌های خانگی، ربات‌های آموزشی و حتی ربات‌های همراه در سفرهای روزانه. خلاقیت با هوش مصنوعی نسل بتا از ابزارهای هوش مصنوعی برای تولید هنر، موسیقی و نوشتن استفاده خواهد کرد و خلاقیت را به عنوان فرایندی مشترک بین انسان و ماشین تعریف میکنه. باز تعریف هوش هیجانی در آینده نگرانی‌های پیرامون اعتیاد به ابزارهای دیجیتال، انزوای اجتماعی، قلدری مجازی، هویت آنلاین و غیره ممکنه بر نحوه ارتباط و تعامل نسل‌ها یا همون هوش هیجانی، همدلی و مهارت‌های ارتباط انسانی تأثیر بگذاره. پس نیاز به باز تعریف مهارت‌های ارتباطی هستیم. استقلال دیجیتال افراد نسل بتا به احتمال زیاد از سنین پایین نحوه حضور در دنیای دیجیتال و انتشار داده‌های شخصی خودشون رو مدیریت و کنترل می‌کنند و مسئولانه در فضای آنلاین حاضر خواهند شد. تمرکز بر طول عمر با پیشرفت‌های بیوتکنولوژی، نسل بتا ممکنه سلامت و طول عمر رو در اولویت قرار بده و قطعاً فناوری‌های پوشیدنی، ویرایش ژن و برنامه‌های هوش مصنوعی ناظر بر سلامت رو در زندگی روزمره خودش ادغام میکنه. محیط‌های شغلی سیال نسل بتا وارد محیط‌های شغلی خواهد شد که متفاوت از مشاغل سنتی و فضاهای اداری هستند. بیشتر ارتباطات کاری اونها ممکنه بر بستر اینترنت و به صورت جهانی هدایت بشه. پذیرش تفاوت‌های عصب شناختی
آگاهی بیشتر از تنوع عصب شناختی منجر به آموزش فراگیرتر و محیط‌های کاری متناسب با سبک‌ها و توانایی‌های مختلف شناختی خواهد شد. حریم خصوصی. نسل بتا در حالی که ممکنه نسبت به حفظ حریم خصوصی آگاه تر باشه، اما همچنین در عصر زندگی خواهد کرد که جمع‌آوری داده‌های شخصی توسط دیگران تقریباً اجتناب ناپذیره. پس به استراتژی‌های جدیدی برای محافظت از هویت دیجیتالی نیاز داره. سلامت روان. نسل بتا در دنیای تغییرات سریع رشد میکنه. ممکنه انعطاف پذیری و سازگاری داشته باشه، اما با چالش‌های مثل فرسودگی دیجیتال، احساس ناامنی، ترس نداشتن اینترنت یا غیره نیز مواجه میشه که به اشکال جدیدی از حمایت و سلامت روان نیاز داره. افزایش وابستگی به فناوری. نسل بتا برای سرگرمی، یادگیری، معاشرت و حل مسئله به فناوری تکیه می کنند. با فناوری مشورت می کنند و این بخش اگرچه مطابق با ترجیحات اونهاست، اما احتمالاً نگرانی هایی رو در مورد تفکر انتقادی و اتکای بیش از حد این نسل به فناوری ایجاد میکنه. بازارهای مالی آنلاین. تجربیات خرید و انتخاب محصول برای نسل بتا به طور کلی با نسل‌های پیشین متفاوته. اونها با کمک گرفتن از واقعیت مجازی و افزوده جنس مورد نظر را امتحان می‌کنند. در واقع کالاها رو با تجربیات مجازی ملموس می‌کنند و به کمک سیستم‌های انعطاف پذیر بانکی پرداخت‌ها رو انجام میدند و محصول رو در به منزل تحویل می‌گیرند. ممنون از شما که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید. فنبوک، رسانه فناوری و کودک.